کتاب بخواهید تا به شما داده شود. اثر جری و استر هیکس. خلاصه فصول 4، 5 و 6 به زبان ساده. در این 3 فصل نویسنده تلاش می‌کند توضیح دهد که چرا گاهی رسیدن به خواسته هایمان طول می‌کشد. چگونه می‌توانیم آگاهانه خلق کنیم و قانون اصلی حاکم بر این فرایند، یعنی قانون جاذبه، چگونه عمل می‌کند. خلاصه فصل 4: چگونه از اینجا به آنجا بروم. در این فصل توضیح داده می شود که دلیل نرسیدن به خواسته ها کم ارزشی، بی‌لیاقتی یا بدشانسی نیست. مشکل اصلی این است که انسان ها از نظر ارتعاشی با خواسته هایشان هماهنگ نیستند. یعنی در حالی که چیزی را می خواهند، همزمان افکاری دارند که جلوی رسیدن به آن را می‌گیرد، مثل تردید، ترس، نگرانی یا احساس نداشتن. نویسنده می‌گوید سعادت و آنچه انسان آرزو دارد همین حالا در مسیر رسیدن به اوست. اما مقاومت‌های ذهنی مانع دریافت آن می‌شود. این مقاومت‌ها معمولاً در قالب احساسات منفی مثل خشم، ناامیدی، استرس یا دلخوری ظاهر می‌شود. هرچه این احساسات کمتر شود، یعنی فرد در حال هماهنگ شدن با خواسته خود است. در این فصل همچنان تاکید می‌شود که انسان در اصل موجودی غیر مادی است که وارد دنیای مادی شده تا تجربه کند و بیافریند. خواسته های شخصی بی اهمیت نیستند، بلکه نیروی محرکه رشد فرد و حتی گسترش جهان هستند. هر آرزو باعث گسترش بیشتر آفرینش می شود. مفهوم خلق ارادی نیز در همین فصل مطرح می شود. یعنی انسان می تواند آگاهانه با تمرکز بر خواسته هایش و یا احساس مثبت آنها را به زندگی خود جذب کند. مهم این است که فرد نه تنها چیزی را بخواهد، بلکه احساس لیاقت، امید و اشتیاق نسبت به آن داشته باشد. خلاصه فصل 5: فهم امور همه چیز را درست می کند. در این فصل گفته می شود که در جهان جریانی دائمی از انرژی وجود دارد که پایه و اساس همه چیز است. برخی انسان ها از این جریان آگاهند و برخی نه، اما همه تحت تاثیر آن هستند. وقتی انسان این انرژی پایه را درک کند، دیگر خود را قربانی اتفاقات نمی داند. نه گذشته را با احساس گناه نگاه می کند و نه از آینده می ترسد. او می فهمد که همه چیز بر اساس قوانینی مشخص اتفاق می افتد. در اینجا مفهوم ارتعاش مطرح می شود. انسان موجودی ارتعاشی در جهانی ارتعاشی است. همه چیز از صدا و نور گرفته تا بو و لمس بر اساس ارتعاش درک می شود. اما مهمترین مفسر ارتعاش در وجود انسان عواطف اوست. احساسات در واقع نشان می دهند که فرد تا چه اندازه با منبع اصلی انرژی هماهنگ است. احساس خوب یعنی هماهنگی و اجازه دادن به جریان خواسته ها. احساس بد یعنی ناهماهنگی و مقاومت. پس به جای تمرکز صرفاً بر اتفاقات بیرونی، انسان باید به احساساتش توجه کند. عواطف مانند یک قطب نما عمل می‌کنند و نشان می‌دهند فرد در مسیر درست است یا نه. اگر احساس خوبی دارد، یعنی در حال جذب خواسته هایش است. اگر احساس بدی دارد، یعنی در حال دور شدن از آنهاست. خلاصه فصل 6:
قانون جاذبه نیرومندترین قانون عالم. در این فصل مهمترین قانون مطرح می شود، قانون جاذبه. این قانون می گوید هر چیزی مشابه خود را جذب می کند. هر فکر ارتعاشی دارد و ارتعاش‌های مشابه را به سوی خود می کشاند. برای توضیح این موضوع مثال رادیو زده می شود. همانطور که برای شنیدن یک موج خاص باید دستگاه روی همان فرکانس تنظیم شود، برای رسیدن به یک خواسته نیز باید فرد از نظر ارتعاشی با آن هماهنگ شود. اگر کسی مدام به کمبود فکر کند، کمبود بیشتری جذب می کند. اگر به روی بیماری تمرکز کند، همان را تقویت می کند. اگر به موفقیت، شادی و فراوانی توجه کند، آنها را به زندگی خود می آورد. نکته مهم این است که قانون جاذبه فقط به خواسته های آگاهانه پاسخ نمی دهد، بلکه به هر چیزی که فرد بر آن تمرکز می کند واکنش نشان می دهد، چه بخواهد و چه نخواهد. نخواستن چیزی هم در واقع تمرکز بر همان موضوع است. بنابراین کلید کار این است که فرد آگاهانه توجه خود را مدیریت کند. یکی از ساده ترین راه ها برای هماهنگی با خواسته ها تصور کردن و وانمود کردن داشتن آنهاست. وقتی فرد خود را در حالتی تصور می کند که به خواسته‌اش رسیده، ارتعاش او تغییر می کند و با آن هماهنگ می شود. جمع‌بندی کلی از فصول 4، 5 و 6. در مجموع این 3 فصل می‌خواهند بگویند انسان خالق تجربه های زندگی خود است. خواسته ها طبیعی و ارزشمند هستند. مانع اصلی رسیدن به خواسته ها مقاومت ذهنی و احساسات منفی است. احساسات راهنمای اصلی انسان برای فهم هماهنگی یا ناهماهنگی با خواسته ها هستند. قانون جاذبه همیشه فعال است و بر اساس تمرکز و ارتعاش فرد عمل می کند. با تغییر آگاهانه افکار و احساسات می توان مسیر زندگی را تغییر داد. به بیان ساده، نویسنده تاکید می کند که زندگی قرار نیست میدان مبارزه باشد، بلکه قرار است تجربه‌ای آگاهانه از خلق، شادی و هماهنگی باشد. انسان اگر یاد بگیرد احساساتش را جدی بگیرد و تمرکز خود را آگاهانه انتخاب کند، می‌تواند فاصله بین اینجا و آنجا را کوتاه‌تر کند.